میم های جدید، میم های مزخرفی که طول عمرشون شاید به یک روز هم نرسه. البته که نیومدیم راجع به مزخرف بودن میم ها صحبت کنیم، اومدیم بیایم توضیحشون بدیم. در واقع یک میم برین رات ترکی هست که یعنی ندیدم توی اکسپلور خارجی یا چه چیزی بیاد، ولی خب چون تو ایران ما تنوع قومیتی زیادی داریم، همین موجب میشه این میم با کاربرای ایرانی ترک زبان ارتباط خوبی داشته باشه. کاراکتر این میم از هیومر یک کودک عجیب غریب در سال 2018 ساخته شده. خودم هم جز بشم. سلام همساده یه بالدی جزء بازی آیندی خیلی معروف زمان خودش هست. در برخی از ورژن‌ها هم دیدم براول استورز توشه که چون خب جزء بازی‌های محبوب در اروپای شرقی مثل روسیه یا ترکیه هست توش گذاشتن که وایرال بشه. معنیش چی میشه؟ نمیدونم. من شمدوزم به خدا. بذار از دوست ترک زبانم بپرسم. دنبال ترجمهش نباید بگردیم. میگه که سن عثمان توش مسن. تو عثمان توش هستی؟ میگه که evet ben آره. Ben armut pişir bagzıma düşüyorum. من گلابی میپزم فرو میکنم تو حلقم. توی فارسی خودمون میشه همون هلو پر تو گلوی خودمون، یعنی یه کار خیلی آسون. و این چون اون متن رو دادن هوش مصنوعی که تبدیلش کنه به گفتگو خرابش کرده. و آره در حال حاضر دیدم کلی ورژن دیگه هم هست. مثلا اگر اسم تاهاست تبریک میگم، یا آدم خوششانسی هستی. او نام bir تاها. میاو میاو نگا. این باتی که میبینیم به تمام گروه‌های تلگرام تجاوز کرد. یک مینی گیمی هست که میتونی پیشی جمع کنی، میو میو بکنی، گربه‌هات رو ارتقا بدی. دقیقاً این بات دودول هست که دودولتو بزرگ میکردی، دوئل میکردی با بقیه که دودولت بزرگتر بشه. ولی این یکی پیشرفته تره، کلی چیزای اضافه تر داره، ولی یه مشکلی هست. گروه ها برای چت و معاشرت ساخته شد، نه این بازی مزخرف. میای با یکی صحبت کنی، یهو یکی میزنه کارخونه میوی، بعد یک پیام 3 کیلومتری میاد تو گپ و بقیه پشت سرشون یادشون میاد میو میو بکنن. بعد چتات گم میشه میره بالا و اصلا در فولک دره فولک یا به قول کیهان در فولک میشه گفت کالکشن یا یک منطقه است که توش اتفاقات عجیب و ترسناکی میفته. در ابتدای 2026 ویدیوی ترسناکی با این تگ آپلود میشد. اصلا آقایون میمباز این اوهایو بود تو سال 2022 میگفتن توش اتفاقای عجیب غریب میفته. این همونه، ولی ورژن آپگرید شدهش منتها کم کم به شت پست سوق داده شد. همه چیز تقریبا میشه گفت از اکبر آقا شروع شد. اکبر آقا یک بلاگر غذاست که موقع غذا آوردن برعکس بلاگرای ایرانی اینجوری میکنن، ایشون به این جاش نیست و همین باعث میشه مخاطبا داستان در بیارن از خودش. هم با اکبر یک میمیه که مردم شایعه میکنن تحت کنترل یک فرقه خاص و ترسناکی هست و قرار نیست همشو بخونم چون چرت و پرته. در حال حاضر میتونه هم از اتفاقات ترسناک، موجودات ترسناک مثل این گربه لعنتی کچل چشم زرد یا هم اتفاقات دردناک باشه. حس میکنم این موسیقی که پخش میشه یکی از بازای میم آقای شگفت انگیز باشه، مال آهنگ زلدا بود، اونم برعکس شدهش. در برخی از موارد ممکنه طرف داخل میم آسیبی نبینه و یک آهنگ پیروزی پخش بشه. این سکانس بسیار جذاب به صورت رسمی ترند شده. دیدن ماشینای فوق‌العاده کاستوم شده با اسپویلرهای بزرگ و کیت ساب و اگزوز دل هر مردی رو میبره. بعد از 20 سال عرضه این فیلم هنوز برای خیلی‌ها این سکانس جذابه و حاضرن به خاطرش کارشون رو متوقف کنن. درست مثل دیدن هلیکوپتر برای مردها میمونه و هورمون تستوسترونشون رو تحریک میکنه. قسمت جالبش اینه که حتی ورژن حلبای ایرانیش هم دیدم ساخته بودن و خیلی جالب و بامزه بود. وقتی یه ادیت بیش از حد رقت انگیز باشه، وقتی یه ادیت بیش از حد باشه، بیش از حد ببینیش که دیگه اصلا حالت به هم بخوره، مثل ادیتای اینوینسیبل، روماخ میشن آقا جان. به همین خاطر این سبک ادیت که کلی فلش نور و صدای آزاردهنده‌ای داره مورد تمسخر قرار گرفته و به عنوان یک چیز روماخ و مسخره ازش یاد میشه. به این جور سبک ادیت میگن پلی استر ادیت. همینطور هم یادگیری بکنیم از ادیت دکستر که چند تایی میشن و شباهت زیادی به هم دیگه دارن. چیز خاصی نیستن، کلا اسپمن. بحث گربه‌های هوش مصنوعی. ورژن اولیش همون گربه‌ی اسکوبا هست. حتی فورتنایت هم دنزش آورده بود آیتم شاپ. و خب مردم دیدن بازخوردش خوبه و ورژن‌های خودشون رو ساختن تا اکسپلور رو جارو بکشن. البته نمیدونم ویدیوهاش میتونم دوباره پیدا بکنم یا نه، ولی مثلا ورژن‌های کینگ نصیر یا خیلی از چیزهای دیگر رو ساخته بودن.
آره داداش شما نمیدونیم، شما بچه های الان به اینجورین 6 7 و آره خلاصه این آقای دوباره سر و کلش پیدا شد، اما فقط تو صداها. همینطور که قرار بود 2026 میمای 2016 18 بیان دوباره، این تنها میمی بود که به نظرم تونست سربلند برگرده. یه خواننده ای که لهجه آفریقایی داره به نام رودمنشک که این سرود بی‌نظیر رو در 8 سال پیش سروده. هک شدن رپرها. فکر کنم کندریک لامار هستی، یه روز میای یوتیوب تو باز میکنه و میبینی دشمن خونید یعنی دریک اومده دیسترک خودتو به اون آپلود کرده. خیلی از رپرهای معروف اکانت یوتیوبشون هک شده و تو کانالاشون آهنگای عجیبی آپلود میشد، حتی اونایی که دیگه فعالیت نمیکردن مثل جیوس ورلد، بران کوشن. دریک معروف ترین دیسترک علیه خودش یعنی دی نات لاک آس از کندریک لامار رو آپلود کرده بود. پلی بوی کارتی هم تمام آهنگای قدیمیش که لیک شده بودن و آپلود نکرده بود زحمتش رو هکرها کشیدن و آپلود کردن براش، اونم با چنین کاوری کایسنا. و خیلی رپرهای معروف دیگه، ترویس سکات، کان کرسون، مسلسل کوچک، امین آقا، آینده. تمام تایتلای اون ویدیوها آیدی یک دیسکوردی رو میگفتن، پیشو نگرفتم ولی خب پیشنهادم میکنم نریزنش چون اکانت یک رپر بزرگ رو هک کردن. اکانت شما که دیگه عددی نیست. مرد میله‌ای جوجو. جان رود لقبیه که مردم بهش دادن. یکی از ویلنای جوجو در ولوم 9 که 2 میله هستن از آسمون میرن تو زمین و به شکل یک آدمک در میان و تبدیل میشه به قدرتمندترین شخصیت انیمه‌ای، حتی از سایتاما و گوکو قوی تر میشه. چرا؟ چون هر کی بهش برخورد بکنه وسط نصف میشه. چرا تو میم هاست؟ هیچ ایده ای ندارم، حتما به خاطر کامیونیتی خفن جوجو هست دیگه، ولی چیزی که میدونم 90% دارن لارپ میکنن این لامصبا. قدرت مدل مون. یکی از برترین قوانین طنز اغراق کردنه. در این میم ما میبینیم اول یک کودک کوچک در حال خوشحالی کردن هست، اما بعدش یک فرد بزرگسال سیاه‌پوست عضلانی میاد تو تصویر. اغراق سنی و نژاد. که موقعی که نوبت آقا سیاه‌پوسته میشه خیلی افکت زیادی گلو یا نورانی میدن. اغراق افکت که منو یاد میم ترک میندازه. همین موجب بامزه شدن این میم میشه. پیج این آقا این هست و حتی خودشان به میمهاش ریاکت میره. اگر آدم خوششانسی باشین حتی میتونی ریپوست بشین. چندین سال در داغستان. داغستان در دوره پیش به معنای به مرد بار آوردن بود. مثلا هر کی که عقد داشت رو میگفتن 3 سال بفرستش داغستان و فراموشش کن. اما در حال حاضر یک گلو آب یا همان بهتر شدن هست. هرچی بیشتر در داغستان دووم بیاری آدم گفتری هستی و این داستانا. و همینو میان تو ادیت ازش استفاده میکنن. مثلا وودی حالا داغستان نرفته ولی آرتور مورگان 3-4 سالی بهش میخوره که رفته باشه داغستان. لارپرای درخت زیتون خدا بیامرز خیلی زیاد شده. همین ماهای اخیر یه گیم پلی از فورتنایت منتشر میشه که یارو داره با یارش صحبت میکنه و میگه Oh, like maybe we'll meet at a bar. We'll drive a funky. I think Oliver Tree made that song. Why did you say? Why did you say? Look. I'm gonna show you. Did you hear it? It went. I در حالی که اصلا اینو آلیور نخونده و همین تضاد باعث بامزه شدنش میشه. حتی کاربرا براش کاراکتر ساختن چون صدای پسره یکم شبیه دنباله و گفتن آخرش شبیه چنین صورتی در میاد. پسرک غذاخور. این پسر مثل اینکه تو اکسپلور دوستان تیک تاکی خیلی نفوذ زیادی داشته. جدا از کرینج و بیمزه بودنش، کامنت های این پست‌ها پر از قربون صدقه رفتنای این دختره تیک تاکری هست و این خیلی قضیه رو بدتر میکنه و باعث ریج بیت شدن خیلی از پسرها شده. نیمون تکیدو داشت بس 200 یوتیوبر راجعش ویدیو ساخته دیگه، منم میخوای روش اضافه کنیم. بس هیچ نظری راجبش ندارم به جز اینکه چنل یوتیوبش بسته شد توسط یه مش آدم حرام. خنده آقای موفلفری. تلفظ اسمش برام سخته K Webblecop. ولی خب یک یوتیوبری هست که قدیما لحظات خنده‌دار GTA میساخته اما الان نرف شده و یک یوتیوبر هوش مصنوعی طور شده. قضیه‌اش چیه؟ این خنده‌ای که می‌بینین حتی برای خودش نیست، یک استریمری به نام یور ریج هست که داره به طور دردناکی میخنده.
دقیقا شبیه همون خنده است که تو اکسپلور مامان میاد. ولی خب این احتمالاً ورژن بهترشه. اما چرا این عکس و خنده به هم مربوطن؟ بنده هیچگونه ایده ای راجع به این مزخرفات مردم ندارم. گاو شیرده کانتنت ماینکرافت. این مادها معمولا میرن و میان، ولی خب این یکی به خاطر خاص بودنش تبدیل به یکی از آیکونیک های این روزگار شده و برای بچه سالایی که 24 ساعته تو تیک تاک و یوتیوب هن جذاب هست. این ماد توسط یوتیوبر ماینکرافتی به نام دتماب ساخته شده و قسمت جالبیش اینه که این ماد هیچ گونه انتشار رسمی نداره و تا اونجایی که میدونن تمام ویدیوهایی که از یوتیوبراتون دارین میبینین ورژن شبیه سازی شده یا همون کپیش هست. خلاصه داستان اینه که اولش ورتی به شما کمک میکنه مثل یک دستیار، اما بعد از اینکه از شما خسته بشه یا اذیتش کنی اتفاق خوبی برات نمیافته. Ronaldo pasta. ترندات های اسپید خیلی زیاد شدن. تو ویدیو قبلی هم ذکر شده بود کلیپ فارمرهای اسپید خیلی بیش از حد دارن زیاده روی میکنن و ادیت های اغراق‌آمیز میزنن. همین موجب شد میم های مثل رندوم بچه یا ایمپرست ساخته بشن. ولی حالا نوبت کیه؟ رونالدو پاستا که مربوط میشه به ویدیوی مستر بیست که 50 تا یوتیوبر برای $1,000,000 مبارزه میکنن. اسپویل ویدیو. اسپید به عنوان داور میاد به غذاهایی که یوتیوبر رو پختن نمره بده. کای سنات هم برای خالی میاد پاستای رونالدو رو میپزه، ولی خب مزهش مابقیل اسپید نبود و تمام این زحماتی که کشید به درد نمیخورد. و اینم از جلسه امروز. روند جدید دانشکده میم همین جوریه که 1 ماه میگذره، میم ها جمع میشن و من بعد میام توضیحشون میدم. اینطوری میم ها جمع میشه، میتونم یک ویدیوی کت کلفت 10 دقیقه‌ای به بالا بدم و آره اگرم دوست داشتین توی کیک منو فالو بکنین. استریم پول میخوام.